سلام علیکم. سلام. خواستم قیمت خونه‌های این دور و بر رو بدونم، زمین‌های این دور و بر. بفهم. برای خرید می‌خواستین؟ نه، یه زمین پدری داشتم، خواستم اونو بفروشمش. کجاست؟ آبادانی مسکن، این تپه چوغای قدیم. راستیتش اونجا ارزش آنچنانی نداره. از شهر دوره، پرته، قیمتش ضعیفه، منطقه‌ش هم ضعیفه. باز اگر بتونید یه نشونی دقیق تری بدی میتونم قیمت دقیق تری هم بهتون بدم. والا من زمین رو نتونستم پیدا کنم حقیقتش. مختصاتی داری از ملک؟ از رو سند نوشتمش. بچه رو نقشه پیدا کنیم ببینیم کجاست. آقا سلام عرض میکنم. بنده محمدی هستم. خیلی ارادت دارم. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. همکاره بنده آقا شهاب، آقا بهزاد. مخلصم. اگه اجازه بدین اتاق کنار در خدمتتون هستم. خوش کنم. خواهش می‌کنم. من نمی‌شناسم، بفهم. آقا خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. بفهم. شهاب چای. بهزاد میوه بیار. آقا بفهم. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. خب چطوری مهندس جون؟ سلامت بشین. ممنون. جاده چطور بود؟ خوب اومدی؟ بله خدا رو شکر. خب خدا رو شکر. دستش چی شده مهندس؟ خدا بد نده. چیزا اشونه مو برداشته، چیز خاصی نیست. اینو سرسری نگیری یا حتما یه عکس بگیری یا نه بابا، چیز عجیب غریبی نیست. با یه زرده تخم مرغ و زرشو حل شد. چایی؟ زحمت نکشید. میوه. زحمت نکشید. بفهم مهندس. بفهم کن. یه گلوی تازه بکن. ممنونم.